میخوای بدونی چرا اپل طراحی آیفون 17 پرو و پرو مکس رو انقدر زشت کرده و تمام آلومینیومی شده؟ گوشیو به چرخون تا بگم داستانو. دلیل اول، سخت افزار دوربینشه. توی آیفون 17 پرو و 17 پرو مکس سنسور دوربین تلفوتو بزرگتر شده و به همین دلیل مجموعه لنز هم کلاً باید تغییر میکرده و این کار نیازمند فضای بیشتری برای بخش دوربین بوده. دلیل دوم، برای پیاده سازی یه سیستم خنک کننده فوق حرفه‌ای بوده که نحوه کارکردشو میخوام بهتون توضیح بدم. محفظه بخار آیفون های جدید گرما رو از مادربرد میگیره و به بخش بالایی منتقل میکنه. همچنین اپل یه صفحه آلومینیومی رو با جوش لیزری به این محفظه بخار متصل کرده که در واقع این صفحه میاد و گرما رو از محفظه بخار میگیره و به بدنه گوشی که اون هم جنسش آلومینیوم هست منتقل میکنه و اینجوری کل بدنه رو تبدیل به یه سیستم خنک کننده میکنه. همچنین از طرف دیگه خود محفظه بخار حرارت رو مستقیم به صفحه نمایش منتقل میکنه و از این طریق حرارت دفع میشه. فالو یادت نره، خیلی مخلصیم.